سلام. امروز من قولی که توی باتل رویال بهتون دادم 6 تا اتچمنت. این 6 تا اتچمنت ماهیت اصلیشون برای میلیکه گیم پلی هر 6 تا رو میبینید. حالا این درست ماهیت اصلیشون برای مولتی پلیره، اما شما اگه دو تو دستتون بود میتونید ازش به عنوان گان باتل رویال هم استفاده کنید، چون قابلیت اینو دارن. اگه میخواید به عنوان گان باتل رویال استفادهشون کنید میتونید، حالا اتچمنت خیلیشون نمیخواد عوض کنید، مثلا یا همین گریه رو میتونید اون برلش رو عوض کنید. میخواد برای باتل رویال استفادهش کنید واسه همین گریه اون گان اولی. و این اتچمنت، این گانی که دارید اتچمنتش رو میگم اتچمنت دارید گیم پلیش رو میبینید، این بافترین و بهترین اتچمنتی که من تا حالا به یه نفر دادم. تو 2 ثانیه میکشه، تو مولتی پلیر تو 2 ثانیه میکشه، تو 1.5 ثانیه ریلود میکنه، یعنی هم مکتن سریع تره. دقت کن چقدر سریع میزنه، چه سنسیویتی ماشاءالله فوق العاده. ما اجازه ندادیم من بزنیم یه گیم پلی ازش در بیاد. کلا گانیه که جر میده. حالا شما خواستید توی باتل رویال ازش استفاده کنید، این لیزرشو بذارید لیزر اپتیک OMC، یکی از اون OMC ها بذارید، اپتیک OMC روش میگم، اپتیک لیزر OMC روش بذارید که اتچمنت دوتا رو داریم، گری و TX9. اینجا هم میدونه QQ9 براتون آوردم که واقعا کار QQ9 متیکا انجام میده. اگرم ماشاءالله کارت هزینه بالا فول بالا زیاد داشتی دیگه، همون گان QQ9 متیکو داشتی دیگه، نیازی نیست این اسکوپ رو روش بذارید. با همون اسکوپ گان متیک هم میتونید بازی کنید. میتونید مثلا یه دونه برل دیگه یا هر چیزی که اتچمنتی نداره روش ازش استفاده کنید. اینم که کیارمه که واقعا تهش دو شاته حریف. اگه درست بزنی از فاصله مناسب بزنی اونجا، از اون فاصله هم 2 شات کرد. ولی اگه موومنت شاتگان بلد نیستید واقعا این شاتگان رو بر ندارید. چون مثلا من خودم موومنت شاتگان بلد نیستم، من SMG پلیرم، شاتگان پلیر نیستم، بلد نبودم واقعا باش بازی کنم. یه موومنتایی میزدم باش که مثلا جون سالم در ببرم بین انمیا، ولی یهو میدم چرا دستم میزنم رو تیر نمیخوام، انگشتمو دارم میزنم، تیرم بزرگ کردم اونجا. یه قشنگ منظورم بفهمید که دارم چی میگم، که متاسفانه تو ادیت معلوم شد. شما ولش کنید، فدا بگیره. نه شیفتم نظر میخوام یه از سیگنال عوض شد. در من الان اتچمنت این دوتا گان هم میبینید و این داخل این بازی لامصب این اسکین وان ترکر و این گسته با هم تیم اپ کرده بودن، مثلا همدیگه رو نمیزدن. داشتیو اینجا هم سگ انداخته بودیم، مثلا زدم برم سگشو بکشم، سگش بازی بالا ولش کن. QQ9 اینم کیاره، ازش استفاده کنید، عشق دنیا رو. به این دیگه لوکاس هم واقعا اتچمنت اسنایپر تغییر نکرد، فقط مثلا تندرو یکم باف شده. اگه تندرو رو میتونید باش بازی کنید، اتچمنت که همون سیزن 1 میزنه، همون سیزن اول اومد رو کال آف دیوتی، همون رو روش بزنید باز میزنه، همون باش بزنید میزنه. و یه نکته که داره، تندرو یه اسنایپیه که خیلی میتونه سریع بشه، ADS تایم که همون اسکوپ گرفتن اسنایپر هست که بین زرد و سبز نشون میده، قرمز و سبز نشون میده، اون خیلی میتونه بره بگیره. My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Somebody told Doja Cat that I'm trying to indulge in that. In my great tracksuit, see the bulge in that, see the motion clap when you're throwing it back. These females planning on doing me wrong, so I'm